请看记者莫。 در ایران گرچه بسیاری از نویسندگان و ناشران مدت‌ها در انتظار گرفتن مجوز چاپ از وزارت ارشاد می‌مانند و نیز معدل زمان مطالعه در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است، برخی کتاب‌ها شانس انتشار مجدد هم به دست می‌آورند. از جمله گفتگو درباره عقلانیت و نوگرایی تعریف محمد صادقی که کمتر از 1 سال به چاپ سوم رسیده است. دلیل این توفیق را منیر رحیمی از خود نویسنده پرسیده است. این کتاب نظر داره به مسائل مبتلا به ویژه جامعه روشنفکری ایران. خب یک دلیل اقبال که این کتاب شده قطعا چهره‌هایی هستند که با اونا گفتگو شده: آقای مصطفی ملکیان، آقای همایون کاتوزیان، آقای سید حسین نصر، آقای پرویز رجبی و آقای محمد علی اسلامی روشن. هم بر عقلانیت تکیه داشتند و هم از بنیان‌های معنوی که جامعه ایران نیازمند غفلت نکردند. دوم که فکر می‌کنم طرح پرسش هم بی‌تأثیر نبوده. افرادی که باشون مصاحبه کردین، استادایی که نام بردید، اینها رو با چه معیاری گزینش کردین؟ راستش من سعی کردم آرا و اندیشه‌های مختلفی طرح بشه، یعنی کتاب روی کرده یک سو دیگری نداشته باشه. هرچند این گفتگو قبلا در مطبوعات و مجلات ایرانی چاپ شده، اما من سعی کردم از هم روشنفکران مدرن مثل آقای ملکیان، خب یک اندیشمند سنتی مثل آقای نصر و افرادی که بررسی در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی کارهای خیلی درخشانی انجام دادن، مثل آقای اسلامی روشن، آقای رجبی و به ویژه آقای دکتر همایون کاتوزیان با اینها گفتگو شده و دنبال نتیجه خاصی هم نبودن. بیشتر مد نظر من توجه به موضوع توسعه فرهنگی در ایران هست و اصلاح فرهنگی که فکر می‌کنم هرچند که توسعه همه جانبه است و همه اهالی فکر بر این باورند که این تقدمی که گفته میشه، مثلا توسعه سیاسی و اقتصادی و توسعه اقتصادی و سیاسی و چه هر کدوم موافقان مخالفان دارن. آقای صادقی، اشاراتی هم کردید شما بر اینکه تلاش میشه تفکیک کنیم به اصطلاح اندیشه در حوزه فلسفه در آنچه عنوان میشه روشن فکری و حتی بعضی جاها کارهای سیاسی و در سطوح دیگه کارهای روزنامه نگارانه. از این دست کتاب شما هم که مجموعه‌ای از گفتگوهایی هست که در نشریات مختلف چاپ شده هست، خودتون چه تفکیک قائل هستین بین این کتاب‌ها و کتاب‌های از اساس علمی تحقیقی و نظریه پردازانه؟ این کتابی که کار ژورنالیستی مشابه رو ما در بازار کتاب ایران می‌بینیم، مثل زیر آسمان‌های جهان، بازهای غربی، فلسفه در روزگار فروبستگی ایران و مدرنیته. اما روی که از این کتاب اگر بخوام تفاوتش رو مشخص بکنم، من تاکید داشتم بر این که نسبت بین کار روشنفکری و کار فلسفی پرسش داشته باشه، ولی متاسفانه این در ایران خیلی مرز مشخص نداره و شاید یکی از دلایلی که روشنفکری ایران اونطور که باید در جامعه تأثیر بذاره خب تا حدودی ناکام بوده، همین هستش
از زبانی استفاده نمیکنه که بتونه به متن